هلو گایز، چطورید بچه‌ها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید با یار همیشگی خانم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوب هستین؟ امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی نه؟ ویدیو تجربه‌ای. امروز اومدیم در مورد امروز دقیقاً 1 سال شد که ما توی کانادا مهاجرت کردیم از ایران به کانادا و الان 1 سال توی کانادا زندگی می‌کنیم. خواستیم یه سری تجربه رو باهاتون در میون بذاریم برای کسایی که میخوان بیان یا قصد اومدن دارن یا دارن میان، ویزاشون آماده است، همه چیشون آماده است، دارن میان. یه چند نکته بهتون بگیم شاید به درتون بخوره و استفاده کنید و شاید هم که بعدها بخواید بیاید یه اطلاعاتی در مورد کانادا و اون چیز واقعی که ما خودمون حس کردیم و تجربه کردیم باهاتون در اشتراک بذاریم و بتونید استفاده کنید. بچه‌ها اینا همه تجربه‌های شخصی هستند، یعنی ممکنه که برای شما یه جور دیگه اتفاق بیفته، یه شرایط دیگه اتفاق بیفته. ما فقط از تجربه شخصیمون چیزی که برای ما خوب بوده صحبت میکنیم، یعنی الزاماً شما وقتی که بیاین و اگه قرار باشه بیاین الزاماً همه این چیزا رو تجربه چون شرایطتون میبینید شرایطا فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، یکی تنها میاد، یکی زوج میاد، یکی با بچه میاد، یکی با پول میاد، یه دونه بدون پول میاد، خیلی شرایط مختلفه. خب قاعدتاً هم این شرایط وقتی مختلف باشه تجربه های مختلفی هم دست میارید و دیدهای مختلفی دارید. ما چند تا نمونه، حالا مثلا چند تا موردی که فکر میکنیم به ذهنمون خورده و این چیزی که ما خودمون تجربه کردیم و براتون توضیح میدیم، شاید به درتون بخوره دیگه. بزنید بریم. خب بچه‌ها، ما موقعی که می‌خواستیم بیایم کانادا کلاً کار کانادامون خیلی یهویی پیش اومد، یعنی خیلی برنامه‌ریزی شده نبود، مثلا یهویی شد. به خاطر همین خیلی با آمادگی کامل نیومدیم کانادا و مثلا اون موقعی که قرار شد بیایم کانادا تا موقعی که پامون رو گذاشتیم کانادا چند ماه بیشتر طول نکشید. هم 3-4 ماه طول کشید. آره همون حدودا. بعد تو این 3-4 ماه ما داشتیم اصلا فکر می‌کردیم باید چیکار بکنیم. تو یه جوری مونده بودیم. الان مثلا می‌خوایم بریم یه جای جدید، فکر کن مثلا تو یه عالمه تجربه، کار، ماشین، خونه، همه اینا رو واسه خودت داری، همه رو باید بذاری بری یه جای جدید که اصلا هیچ کسی رو نداری، هیچ کسی رو نمیشناسی، هیچ کاری نداری، هیچ دیتیلی از اونجا نداری و باید بری اونجا یه زندگی جدید درست کنی بدون سرمایه اولیه. قرار گذاشتیم که بریم تورنتو و تورنتو هیچ کسی رو نداشتیم. حالا مثلا اتاوا یکی از دوستامون بود، مثلا مونترال هم فکر کنم یکی از دوستامون بود، ولی ما خواستیم بریم تورنتو و هیچ کسی رو نداشتیم. اون موقع بود که من توی ایران توی شرکتی داشتم کار میکردم و یه همکار داشتم به اسم فرزانه. سلام فرزانه. درود بر شما. درود. و خیلی منتظرشیم که بیاد، خیلی زیاد. ان شاء الله کارش اوکی میشه میاد. آره. و فرزانه گفتش که آقا من یکی از دوستام تورنتو زندگی میکنه چند ساله و فلان، بیا شماره‌شو بهت بدم. شماره دوستشو بهمون داد و دیگه ما کل از ایران بهش زحمت دادیم. مهیا از همینجا سلام، آقا صادق از همینجا سلام. درود بر شما. پیام میدادم، راهنمایی میکرد. یعنی ما مثلا می‌خواستیم بریم تورنتو هیچی، یعنی 0 یعنی اطلاعات ایده‌ای نداشتیم، هیچی. حالا چند تا مثلا ویدیو دیده بودیم تو یوتیوب و اینا که مثلا همینجوری از تجربه‌هاشون گفته بودن چجوری اینا، یه چیزایی دستمون اومده بود ولی در کل نمیدونستیم الان ما شبیه همین ویدیو. الان ما بیایم تورنتو کجا باید زندگی کنیم؟ اصلا الان اومدیم فرودگاه بعدش چی؟ اصلا ببینید چیه؟ اومدیم مثلا میگیم فرودگاه. خب ما الان تا یه جایی بریم، یعنی حالا من در مورد توضیح میدم چجوری ما خونه گرفتیم. ما تا اون خونه باید بریم. الان چجوری اصلا میدونید چیه؟ تو سیم کارت نداری، مثلا سیم کارت هم گرفتی، مثلا چجوری باید سیم کارت بگیری؟ بعد چجوری باید اوبر هم نصب کردی، حالا باید چیکار کنی؟ حالا چجوری باید پرداخت کنی؟ پرداختی اوبر فقط آنلاینه، کارت کردیت کارت و دبیته. بعد چجوری نقدی میخوای بدی؟ بعد اونجا همه تاکسی‌هاشون مثلا همه اینترنتی بودن. نمیدونستیم مثلا میدونین چیه، یه گنگی خاصی بودش. ما همون ایران که بودیم بالاخره تو این فکر بودیم که آقا ما از فرودگاه اومدیم بیرون یه جایی باید زندگی کنیم. بعد اصلا هیچ ایده نداشتیم چجوری با خونه اجاره کنیم و اینا. دیگه با مهیا دوستمون که آشنا شده بودیم ازش سوال میپرسیدم آقا الان باید چیکار کنیم، الان باید کجا بریم، الان چجوری باید خونه اجاره کنیم. خلاصه بهمون چند تا گروه معرفی کردن. گروه تلگرام. آره یه سری گروه‌های تلگرامی هست، ایرانی
ایرانی هن همشون هم تو کانادا هن، هم ایرانی هست. آره بعد مثلا تو گروه زده بیسمنت مثلا انقدر قیمت، کوتاه مدت اجاره میدن مثلا فلان چیز با عکس و توضیحات. و شما وقتی که میرسین کانادا، یعنی از ایران که هستی میتونین با صاحبخونه در ارتباط باشین اگه همه چی اوکی بود و خونه رو رزرو کنین مثلا برای 1 ماه و وقتی که اومدین کانادا دیگه کش بهشون پول بدین. اینجوریه شرایطش. یا اینکه مثلا از تهران مثلا کسی اگه تورنتو داشته باشی پولو از اینجا واسهشون ترانسفر میکنه و اون خونه رو واسه رزرو نگه داره و هیچ تضمینی هم نیستش. یعنی اینم باید بگیم که هیچ تضمینی، هیچ قراردادی معمولا اینا نمیبندن. اون شرایط کاملا غیر رسمیه. آره مثلا طرف تو به یه نفر زنگ می‌زنه، یه نفر غریبه مثلا پیام میدی میگی خونه رو من میخوام، حالا اون خونه با اون شرایط واقعی باشه یا نباشه هم هست، یعنی ریسک همه اینا هست. تو از اینجا پول براشون، یعنی تو کسی که مثلا کانادا باشه براشون پول بزنه و اینکه آیا اون خونه رو بری اونجا اصلا وجود خارج داشته باشه نداشته باشه، اینا این همه این ریسکای تو فکر کن تو یه دونه کشوری که 1000 کیلومتر دورتره و تو نمیدونی اصلا خونه وجود خارجی داره، بر فرض اینکه کسی اینجا نداری و باید یه خونه اجاره کنی، نه اینکه مثلا یکی اینجا باشه بری باهاش صحبت کنی بگی آقا مثلا برو این خونه رو ببین، اگه مورد تاییده مثلا یه پول پیش پرداختی بهش بده، یه چیزی ازش بگیر، کسی اینجا نداشته باشه و تنها بخوای خودت اونجا خونه بگیری خیلی. ولی کلا من پیشنهاد میکنم که اگرم که قرار شه خونه بگیرید بگید که آقا ما کسی تورنتو نداریم و نمیتونیم پول بدیم، چون بالاخره تضمینی نیست. هر موقع اومدید دیگه به صاحب خونه رو دیدین، خونه رو دیدین، نقدی بهشون پول بدید. ولی یه چیزی هم هست، مثلا فکر کن تو از تو هواپیما پیدا شدی بعد از 30-40 ساعت پرواز، خستگی فلان بیسا، بعد مثلا وارد که میشی میخوای بری یه جا فقط استراحت کنی، خب برای یه جا استراحت کنی، مثلا بری خونه رو ببینی خونه مورد پسندت نباشه یا خیلی داغون باشه یا هر چی باشه، کاری از آدم بر نمیاد. یه گزینه دیگه هم هست به اسم Airbnb گرونتره، چیز گرونتریه ولی 2 تا مسئله است. ولی Airbnb هم نیاز به حساب همین 2 تا مسئله است. یه نفر باید خارج از ایران براتون اونو رزرو کنه، یعنی یه نفر خارج از ایران رو رزرو کنه. دو اینکه یه خوبی که داره اینه که خب خونه دقیقاً وریفای شده است، یعنی تو میدونی که قطعاً این هستش، با عکساش هم دقیقاً همینه، از این تاریخ تا این تاریخ هم برای توه و این چیزا رو میدونی. ولی Airbnb گرفتن گرونتره. آره خیلی گرونتره. مثلا شبی $100 باید بدین. داره همه چی داره، مثلا از $70 داره تا مثلا شبی مثلا $1000. ولی خب مثلا کسی که پول از ایران میخواد بیاره کانادا تبدیل میکنه چون ارزش پول ما کمتره، فکر میکنم خیلی به صرفه نیستش که مثلا خیلی گرونتر در میاد، مثلا حداقل $1000 گرونتر. خب بعد از اینکه حالا ما گذشت اینا، ما یه خونه رزرو کردیم 1 ماه قبل‌تر، بعد بهشون هم گفتیم آقا ما کسی تورنتو نداریم، کلا کانادا نداریم، خب پولاتون بفرسته و بقیه چیزا. خونه ما که رفتیم بیسمنت بود، یعنی یه طبقه از همکف پایین زیر زمین. برای 1 ماه با تمام وسایل گرفتیم، فرنیشت بودش، همه اینا گرفتیم. تقریبا 2500 تا، این 2500 تا 500 تا دیپازیت وسایل بود، به خاطر اینکه یعنی 1000 تا هم اضافه تر از ما گرفت. ما اول این 3500 تا گرفت، ولی خب 500 دو تا 500 تا به اون برگردون، یک 500 تا به دلیل دیپازیت وسایل خونه، یک 500 تا چون که ما گربه داشتیم، تو ممکنه وسایل خونه رو خراب کنه، ممکنه چنگ بزنه، ممکنه 1000 تا اتفاق دیگه بیفته، واسه همین 500 تا اضافه، یعنی 1000 ما 3500 تا پرداخت کردیم، بعد از 1 ماه 1000 تومان برگردون، یعنی مجموعه ما 2500 تا یه خونه فرنیش کامل با تمام وسایل گرفتیم. جاش هم خیلی خوب بود، واقعا جاش خوب بود، ولی متاسفانه صاحبخونه‌های ایرانی اینجا، نمیگم همشون ولی خیلی از تعداد زیادشون خیلی بد رفتار میکنن. سعی میکنن پول بیشتری ازت بگیرن تا جایی که ممکنه، چون میدونن راه دیگه ای نداری. نمیگیم همشونا، قطعا آدم خوب همه جا هست. پست ما خورد و تجربه‌های بقیه هم همینو میگفتن، یعنی تو اون گروهی که ما بودیم خیلی هم میگفتن مثلا از این فرد نگین که اون فرد مثلا گروه اخراج کردن، داستان مختلف. ولی میخوام بهتون بگم که خیلی از افراد، خیلی از هموطنا، خیلی از ایرانی‌ها اینجا فقط دنبال پول گرفتنن، یعنی دنبال این نیستن که میدونن که تو راهی دیگه ای نداری، میدونن که وقتی رسیدی اینجا دیگه کاری نمیتونی انجام بدی، شاید هم سخت باشه بتونی کار دیگه انجام بدی، خود زمان ببره، با 6 چمدون و 2 کوله پشتی و اینا بخوای
از این ور اون ور بری و خیلی داستانه مختلف. حالا من یه خاطرم بهتون بگم در مورد خونه. آقا ما رسیدیم کانادا، حالا مریم خانم و آقا صادق زحمت کشیدن اومدن دنبالمون، کلی بهمون حال دادن، ما کلی برامون خرید کردن، کلی خرید خونه کردن. واقعا دمشون گرم، یعنی هیچ کس واسه ما این کارو نمی‌کرد. واقعا دمشون گرم. ما رفتیم خونه، وسایل گذاشتیم و کل چمدونا رو گذاشتیم و درو قفل کردیم و اومدیم. گفتیم بریم یه شما تقریبا ساعت 11 بود رسیدیم، 10:30 رسیدیم که مثلا 10:30 دیگه خونه بودیم. ما وسایل گذاشتیم خونه و گفتیم خب ما الان چیکار کنیم؟ بریم مکدونالد. ما اون موقع خیلی ذوق مکدونالد داشتیم. گفتیم اوه چیه فلان اینا. با آزاد اینا رفتیم مکدونالد و شروع کردیم به غذا خوردن. ما غذا خوردیم تموم شد اینا، گفتیم برگردیم خونه. شاید ساعت 1 بود دیگه، تقریبا 12:30 بود. برگشتیم خونه. چشتون روز بعد نمیاد. ببین یه دونه ورودی داشت، یه در داره. این در رو که ما باز می‌کنیم بعد دوره می‌رفتیم پایین، یه دری هم پایین داشت. این در بالایی کلید نداشتیم. کلید در بالایی رو بهم نداده بودن. بعد در پایین بعد میگفتیم بعد بهش میگفتیم خب این بعد ساعت چند بود؟ ساعت 1:30 بود. 1:30 بود. ما هر چی زنگ زدیم بهشون چیزی جواب نمیداد. هر چی در زدیم هیچ کی وا نمی‌کرد. چون ما شب اولمونم بود، اصلا کسی ما نمی‌شناخت، کسی وا نمی‌کرد. خلاص زنگ زدیم هتل. 3-4 تا هتل زنگ زدیم، هیچ کدوم جا نداشتن. اونها که جا داشتن شبی 250-300 دلار می‌گرفت. اصلا ببین یه اوضاع خیلی بد توی مخمسه گرفتیم. کل وسایل و لباس خونگی و فلان و اینا همه تو اون چمدونا بود. ما با یه دست لباس و کیف پول و موبایل بودیم. شارژر هم نداشتیم. بعد آقا صادق زحمت کشید، گفتش که بیاید ما 2 تا واحد داریم، یه واحد رو مثلا باهاتون اوکی می‌کنم، شما برید اونجا استراحت کنید تا فردا صبح که ما با صاحبخونه صحبت کنیم کلیدارمون بده. واقعا دمشون گرم، وگرنه کنار خیابون مجبور بودیم بخوریم. یعنی تجربه نمی‌کنم. بعد 40 ساعت 35 ساعت تو پرواز بودن، خستگی، کوفتگی، استرس، هزار تا کوفت و زهرمار، ولی رسیدیم این اتفاق افتاد. حالا اون خونه دقیقا همین خونه است که ما الان درش زندگی میکنیم. ما بعد از 1 ماه دقیقا بلند شدیم، ولی با چه مکافاتی. سر مثلا با اینکه $100 از اون خونه قبلیه، $100 کلینینگ از ما پول گرفته بود. یعنی که ما اینجا خونه رو بهش اگه کثیف هم تحویل $100 پول بهش دادیم که اونجا تمیز کنه، این نفر بیاد تمیز کنه. با این وجود چون می‌خواست یک نفر همون لحظه که ما می‌خوایم بلند شیم بیاره، گفت کم می‌کنم از دیپوزیتی که قرار بود اون پس اون 1000 تا قرار بود 100 تا کم کنه به اون بده. چرا؟ چون مثلا گاز کثیف بود. گاز ما تو گفتیم، بعد گفتش که گفتم شما بفرمایید بالا من گاز تمیز می‌کنم. دنگ و فنگی ها، یعنی دنگ و فنگه. اینم بهتون بگم وقتی که صاحبخونه‌های ایرانی خیلی ریسک میکنن، چون که اگر یک نفر بره تو خونه توی کانادا بمونه، قرارداد نداشته باشه صاحبخونه باهاش و اون فرد اونجا بمونه، به هیچ عنوان نمیتونه اینو بلندش کنه، چون هیچ قراردادی بین دو طرف وجود نداره و این ریسک رو صاحبخونه‌های ایرانی اونای کوتاه مدت شورت ترم میدن خیلی میکنن، چون که ممکنه که از ایرانی‌ها بیاد اینجا بمونه و اون صاحبخونه باش بد رفتار کنه و این داستان پیش بیاد. خب حالا برگردیم عقب به روز اولی که وارد کانادا شدیم. وارد کانادا شدیم فرداش دیگه، یعنی ما شب خوابیدیم، صبح رفتیم خونه، یعنی از اون خونه آقا صادق اینا رفتیم خونه خودمون، لباس عوض کردیم، یه دوشی گرفتیم، یه استراحتی کردیم و بچه اولین کاری که بعد موقع ورود به کانادا انجام بدیم گرفتن سین نامبره. سین نامبر یه حالت یه چیزی مثل کد ملی ایران و خیلی مهمه، یعنی شما بخواید حساب بانکی باز کنید، نمیدونم خونه اجاره کنی، سر کار بری، همه چی اونو میخواد، سین نامبر رو میخواد. به خاطر همین شما اولین کاری که بعد انجام بدین روز اول برین سرویس کانادا، سرویس آنتاریو، فکر کنم سرویس کانادا. سرویس کانادا باید برید، چون برای کانادا نه فقط برای یه استان، کلا برای کانادا و اونجا میرین و خیلی هم طول نمیکشه این سین نامبر رو بگیرین. حالا من یه چیزی هم بدونم، تا یه چیزی یادم اومد، این که اگه مثلا با ورک پرمیت میاد، معمولا داخل خود فرودگاه یه بخشی دارن، اونجا خودتون بهشون ورک پرمیت رو میدن، همون لحظه که وارد میشی ورک پرمیت میدن، یعنی آفیسر چک میکنه داستان مثلا ورک پرمیت رو بهتون میدن. البته اینو بستگی داره از اینکه از چه طریقی بیاید. نه نه خیلی این برای فرد با فرد خیلی فرق میکنه. به ما توی فرودگاه دادن، ولی میگم فرد تا فرد فرق داره. خب سین نامبر رو ما گرفتیم، شروع کردیم. حالا مثلا بعد میرفتیم بعد ببین اول سین نامبر نشه کتاب بانکی هم نمیتونیم وا کنیم و ما سیم کارت از تو خود فرودگاه آفرین سیم کارت رو ما تو خود فرودگاه گرفتیم. من خود فرودگاه گرفتم، حمید بعدن گرفت، مثلا روز دومی که اومده بودیم. یعنی ما گفتیم یه سیم کارت داشته باشیم تماس بگیریم. اوکیه که توی فرودگاه بگیرین، چون قیمتش یکیه. آره قیمتشون همشون یکیه.
ایرانیه، فقط باید یکم تحقیق کنیم مثلا اپراتوری خوبه. مثلا ما الان بل داریم، ما موقعی که فرودگاه رسیدیم ما فایدو گرفتیم و فایدو گرونه خوب نیست، اینترنتش کمه، حجم اینترنت کمه. یه نکته در مورد سیم کارت بهتون بگم، اینجا تماس و پیامک رایگانه. شما ماهی یه بار یه پولی میدی، پول ثابت میدی. حالا بابت چیه؟ این بابت اینترنته، یعنی شما بر اساس گیگ اینترنتتونه که شما هزینه پرداخت می‌کنید. مثلا یه طرف میگه 30 گیگ بهت میدم مثلا $40. روی گیگ اینترنتت بهت یعنی هزینه ازت دریافت میکنه، نه روی هزینه‌های مثل چیز زنگ و پیامک و اینا، فقط روی گیگ اینترنت. سیم کارت رو ما اومدیم یک ماه 2 ماه بود، چند ماه استفاده کردیم، دیدیم خیلی گرونه. آره ما عوض کردیم، می‌خواستیم راجرز کنیم، دیدیم بل مثلا پیشنهادش بهتر بود، چون که بل ما برای این گرفتیم چون که بتونیم مثلا ماشا می‌خواست گوشیشو عوض کنه، یه آفر خیلی خوب داده بودن که مثلا بیا سیم کارت ما رو بگیرید، روی این سیم کارت ما یه دونه گوشی هم بشه، گوشی آیفون مثلا 14 پرو مکس هر چی خواستیم میتونی برداری و بابت جفتش مثلا 100 نه من $74 ما برای فایدو که گرفته بودیم ماهی $50 میدادم واسه 20 گیگ اینترنت. الان من دارم $74 میدم برای گوشی، یعنی یه مبلغ کم میشه واسه گوشی و 60 گیگ اینترنت. یعنی تموما. بعد ما یه اینترنت هم از خود بل واسه خونه هم گرفتیم، یعنی وای فای خونه هم آن لیمیت، یعنی هیچ محدودیتی نداره، سرعتش خیلی بالا، همه چی رو میتونی دانلود کنی خیلی راحت. میدونی اونم گرفتم $62 ماهیانه، نفری هر سیم کارتمون که داریم میافته نفری فکر کنم برای ماشا میشه $74 واسه من میفته تقریبا 50 و خورده ای، یعنی بابت 60 گیگ اینترنتی که اصلا تموم نمیشه، یعنی من هر کاری میکنم تموم. البته اینم هست چون هر جا بری، تو مال بری، تو هر جا بری اینجا وای فای هست، اینجا سر کارتون وای فای هست، همه جا دارن، یعنی تو مالم میری، یه مغازه میری، هر جا میری وای فای فری هستش اینجا، استارباکس نمیدونم تیم هورتون، هر جا بری. ولی معمولا میگم مثلا با وای فای اون وصل نشید، مثلا هک شدن اینا زیاده، بهتره که مثلا با گوشی خودتون. خب بچه‌ها الان می‌خوام یه نتیجه کلی در مورد سیم کارتا بکنیم. بازم میگم اینا تجربه شخصی خودمونه. سیم کارتایی که ما استفاده کردیم یکی فایدو بوده، یکی بل بوده، یکی هم راجرز بوده. به نظر خود من تعرفه فرد با فرد فرق داره. شرایط فایدو برای ما خوب نبود، بل خوب بود، راجرز بود. و یه خوبی که اینا دارن اینه که بعد از اینکه شما مثلا اون مقدار گیگتون هم استفاده کردین و که تموم شد اینترنت رو قطع نمیشه، فقط سرعتش میاد پایین. یعنی اصلا 5G پلاس میشه 4G پلاس. بریم سراغ روز دومی که ما توی کانادا بودیم و باید حساب بانکی باز می‌کردیم و این یکی از یعنی بعد از سینامبر یکی از مهمترین چیزایی که باید حتما انجام بدین اینه که حساب بانکی باز کنین، چون هر کاری که بخواید بکنین توی کانادا پول گوشیتون رو بدین، نمیدونم خرید کنین، حالا خرید رو میتونین کش انجام بدین، خونه اجاره کنین، نمیدونم پول گوشیتون رو بدین، پول نمیدونم بیمه ای دارین بیمه‌تون رو بدین، اینا همه از طریق کارت بانکی، از طریق کردیت کارت. اینجا هم که میرین حساب بانکی باز کنین دو تا کارت بهتون میدن اگر 18 سال به بالا باشید. 18 سال به پایین فقط یه دونه کارت بانکی بهتون میدن که کارت دبیت، مثل کارتای بانکی ایرانیه که یعنی پول واریز میکنی و وقتی تموم شد پولت که دیگه تموم شد دیگه، مثلا دوباره داخلش باید پول بریزی. کارت دیگه ای که هست و خیلی مهمه خیلی مهمه این نکته، کردیت کارت. کلا توی کانادا همه چی حول محور کردیت اسکور میگه که همون چیزه. توی ایران فکر کنم بیشتر ویزا کارت و مستر کارت اسمش ایناست که مثلا کردیت کارت هموناست که اینا هیچ فرقی با هم دیگه، یعنی فرق خیلی جزئی دارن مثلا بعضی جاها مثل کاسکو ویزا کارت رو قبول نمیکنن، فقط مستر کارت رو قبول میکنن، ولی 97% مجموعه ها جاهای مختلف پرداختی اینا مستر و ویزا رو یکی میدونن، یعنی یک میتونن پرداخت، ولی مثلا بعضی جاهای خاص فقط مثلا ما مستر کار میکنن، بعضی جاها ما ویزا کار میکنن، ولی در کل هیچ فرقی نمیکنه. بعد شما که کریدیت کارتتون رو میگیرین چه جوریه؟ مثلا اول که حساب بانکی باز میکنین داخل کریدیت کارتتون یه $1000 دارید که از اون میتونین استفاده کنید، اما یه سری نکات ریزی داره. مثلا از اون $1000 میتونید فقط 30% رو میتونید کلا استفاده کنید، ولی اگر 30% رو استفاده کنید باعث میشه که کریدیت اسکورتون پایین نیاد و باید به موقع ماهی یه بار، 2 بار، 3 بار یا حتی هفته یک بار اون پول رو برگردونید به
اون حالا من مثلا چیه، مثلا اینکه مثلا فکر کنم من بانک دارم به شما یه دونه آره من مثلا $1000 بهت کردیت میدم که تو بری این $1000 رو خرج کنی. دیگه به خودت بستگی داره که $300 خرج کنی، $1000 خرج کنی و یا بیشتر از $1000 هم میتونی خرج کنی. این سه حالت مختلفیه. چرا رو کردیت اسکور تاثیر میذاره؟ کردیت اسکور کجا به درد میخوره؟ میخوای خونه بگیری، میخوایم هر کاری که میخوای بکنی، ماشین بگیری، هر اول من کردیت اسکور تو آره میگه خوش حساب هستی یا نه. دقیقاً میخوای ماشین بگیری، وایسا ما بریم کردیت اسکور تو چک کنیم، بعد حالا صحبت میکنیم که چی میخوای. یعنی اگر شما معمولا میگن مثلا تا 60% رو استفاده کنید، مثلا $1000 رو $600 رو استفاده کنید، 30%. نه 60%. 30% بمونه، یعنی 30% ماندهش مثلا اون تهش باشه. به من گفتن 30% تو بانک. مثلا من 60%. بانک با بانک فرق داره، شاید چیزای مختلف. مثلا من RBC باز کردم، مستر RBC گرفتم، ماشا CIBC باز کرد، ویزای CIBC که مثلا اگر جایی ویزا رو قبول کردن مثلا ماشا استفاده کنن، جایی مثلا مستر رو فقط قبول کردن، مثلا ما کاسکو میریم فقط من میدم، چون که البته کاسکو دبیت هم قبول میکنه، یعنی کردیت فقط کردیت و فقط مستر، ولی دبیت هر چی باشه قبول میکنه. خب بچه‌ها مثلا شما اگه اومدین کانادا بخواید حساب بانکی باز کنین، CIBC شرایطش برای نیوکامرها خیلی راحت تره. مثلا نیوکامر یه مشکله، کلا یه معضله. بعد مثلا طرف 1 سال و 1 روز اومده، شما 1 سال اومدی، تو نیوکامری. تو اصلا ببین ما می‌خواستیم بریم ماشین بگیریم. چند وقت اومدی؟ بهتون میدن، نه ماشین بهتون میدن، اصلا هیچی بهتون نمیدن. چند وقت اومدی؟ مثلا میگفتی که 2 سال نیوکامری بودی 6 ماه نیوکامری. بابا هر چی که نیوکامر میگه تا 5 سال اول نیوکامره. آقا پس ما چی کار کنیم؟ مثلا خیلی ببین کسی که تازه وارد کانادا شده یه خورده دردسرش هم اینجاست که دست و بالت خیلی بسته است. یعنی میخوای بری گوشی بگیری، میخوای بری نمیدونم فلان چیزو بگیری، اینو میگیری چون کردیت اسکورت، البته کردیت اسکور هم بعد از 3 ماه تازه شروع میکنه به ساخته شدن. یعنی شما باید حتما زمانی که میگیرید، یعنی کردیت کارتون من فکر بعد از مثلا امروز روز اولتون روز دومین حساب باز میکنید، حساب که باز میکنید 2 هفته طول میکشه تا کردیت کارتتون بیاد دم خونه. آره میاد دم خونه. و این من یه چیزی بگم بچه‌ها، اینجا دو تا چیز خیلی مهمه. یکی که ایمیل، یعنی ایمیلتون رو به هیچ کسی نباید بدید، من اینکه خیلی مطمئن باشید چون که حساب بانکی روی ایمیله، یعنی با ایمیل باهاتون کار میکنه. دو تماس‌های اسپمی که روی گوشی‌ها میاد، یعنی که انقدر اینجا کلاهبرداری زیاده، هی تماس‌های اسپم میاد. شما اگر اسم نداشته باشید مثلا بانک بهتون زنگ نمیزنه، بانک بهتون فقط ایمیل میزنه، یعنی ارگان‌های دولتی زنگ زد مینویسه RBC، آره میزنه RBC، یعنی میزنه از RBC یا CIBC تماس میگیره، یعنی اسمش میفته، نباید جواب بدید. مثلا یه هویه که زنگ زد بهتون گفت نه چینی شد چینیم چطور خیلی عالیه، چینی شروع کرد صحبت کردن موقت کنه، چیز مهمی نیست. اینا تماس‌های اسپم میاد، ولی در کل این که مثلا ایمیلتون نباید، چون که ترانسفرهای ترانزکشن‌های اینجا و پولایی که ترانسفر میشه اینجا همه بر اساس ایمیل، یعنی تو ایمیل تو به طرف میدی، میگه مثلا پول بزن به حسابم، یعنی مثلا پسورد میذاره روشو برات میفرسته. یعنی هر کسی که اگر استفاده کنه از سی نامبر شما و مثلا چه میدونم مثلا دستگیر شه، یه فردی دستگیر میشه، پلیس سی نامبر شما رو میده، دقیقاً تموم شد. یعنی غیر از مثلا شما خواستین اجاره کنید یه خونه ای رو رسمی قراردادی، اینا ممکنه ازتون بخوان. بانک خواستین حساب باز کنید، مثلا بانک من نخواست، بانک من ولی بعضی از بانک‌ها میخواد، یا مثلا سر کار رفتین که رسمی سر کار رفتین، خواست بهتون چک بده هر ماه پرداختی، به اینا اشکال نداره بدین، ولی خیلی مراقب سی نامبرتون باشید. گفتید چک واسه اینجا اگر اومدید رفتی سر کار، اونجا خیلی کارهای جنرال زیاده، مثل رستوران کار کردن و بقیه جاهای مختلف، نمیدونم کانستراکشن، همه این چیزا زیاده اینجا. سعی کنید که اصلا کش نگیرید، چون کش گرفتنتون انگار مثلا اینجا اومدید پول نقدی دارید میگیرید و هیچ اعتباری واسه کانادا نداره، چون اون پولی که از طریق چک براتون بهتون واریز میشه یا هر ماه ترانسفر میشه از طریق چکی، یعنی که تو یه پولیو که دریافت مثلا ساعتی $16 دریافت میکنی ولی پرداختی به 14.5، $1.5 هر ساعت میره واسه مالیاتت، یعنی میره واسه حساب دولت و این توی سی نامبر درج میشه. میگم آقا مثلا آقای فلانی، آقای حمیدخان اینجوری
اینجا رفته کار کرده، اینجوریه مالیات پرداخت کرده. موقعی که شما میخواین PR بگیرید خیلی اینا مهمه. همه ثبت میشه، اینا همه مشخصه که شما کار کردی اینجا، رسمی بعد از 3 سال چی کار کردی تو اینجا؟ مثلا تو اومدی اینجا کار کردی 3 سال اینجا اومدی کار کردی، خب چی کار کردی؟ و من خودم از روز اولی که اومدم، من و ماشا اومدیم از روز اول گفتیم آقا چک می‌خوایم کار کنیم. البته اینم بگم بعضی از بچه‌ها که میان ورک پرمیت ندارن و مجبورن کش کار کنن. یعنی شما اگر که بخواید کش کار کنید، ورک پرمیت نداشته باشین، هیچ جای کانادایی رسمی کانادایی نمیتونید کار کنین. مثلا نمیتونید برین فروشگاه‌های بزرگ کار کنین، میتونید برید داخل رستوران‌های ایرانی و کافه‌های ایرانی، تازه اونایی هم که قبول میکنن چون ریسک برای کارفرما هست دیگه، قبول میکنن کش بدن. مثلا یه سری فروشگاه کوچیک ایرانی اینا رو میتونید برین، ولی حداقل سعی کنین حتی اگه بدون ورک پرمیت میان سریع هر چه سریع‌تر ورک پرمیتتون رو بگیرین. و ورک پرمیت که اوپن ورک پرمیت شما همه جا میتونید کار کنید. یک کلوز ورک پرمیت، کلوز ورک پرمیت اینه که شما جای مخصوصی، مثلا شما شرکت A فقط تو این برنچش تو این شعبهش میتونید کار کنید، جای دیگه نمیتونید کار کنید. شما مثلا اگر مثلا میگم چه میدونم توی شرکت کامپیوتری فلان جا دارید کار میکنید، توی شرکت دیگه ای نمیتونید اصلا به عنوان شغل دوم کار کنید. حالا میدونستی یه چیزیو، شما اگه اومدید اینجا ورک پرمیت اوپن نداشته باشید، اوبر هم نمیتونید کار کنید. آره، چون ما بچه‌ها با پول زیادی نیومده بودیم، به خاطر همین ما مجبور بودیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار پیدا کنیم و هر روز ما میرفتیم اینور رستورانا، فروشگاه‌ها، هر جایی یکی تک تک سوال می‌کردیم کار دارید، نیرو کار می‌گیرید. حالا ما توی محله‌ای بودیم، چه اون موقع ماه اول که اون خونه رو گرفتیم چه الان، ما کلا محله‌های ایرانی نشینیم. ایرانیش خیلی زیاده. خیلی زیاده و فروشگاه و مغازه‌های ایرانی هم خیلی زیاده. بچه‌ها اینو بگم که وقتی که میایم داخل کانادا یکی از سخت‌ترین کارا پیدا کردن کاره، به خاطر اینکه شما سابقه کار کانادایی ندارید و فوق‌العاده سخت کار پیدا کردن و شما باید خیلی بگردید، یعنی انقدر باید بشنوین همه جا. یادم روز افتادم. آره خیلی ما اصلا خیلی ناراحت میشم، خیلی آدم ناراحت، ولی تجربه خیلی خوبی بود. آره هر جا میری میگن نه نمیخواین. بعضی چون میگن رزومه بذار ما به زنگ میزنیم، زنگم نمیزنیم. بعد حالا ما اینجا وسط همین پیدا کردنا یه نفر مثلا پیدا شد به ما گفتش که تو داری چه رزومه‌ای میذاری؟ گفتم مثلا فلان رزومه. گفت این رزومه که به درد نمیخوره اصلا. گفتم چرا؟ گفت نوشتی مثلا فلان چیز، اینقدر در مورد یه پوزیشنت نوشتی اینقدر، بعد تو مثلا میخوای بری چه میدونم یه کار جنرال انجام بدی، بری نجاری، بری رستوران، بری فلان جا مثلا ویتر بشی، بری تو آشپزی کنی یا هر چیز دیگه ای، تو رفتی نوشتی مثلا من مدیر فروش فلان جا بودم فلان. میگه خب اصلا مرتبط نیست، تجربت خوبه ولی مرتبط نیست، چون واسه پیدا کردن کار جنرال نیاز نیست که اینا رو بنویسی، اینا رو نیاز نیست بنویسی. یه چیزی که نیاز هست مختصر مفید، تایتل بنویس، اسم، فامیل، ایمیل، شماره تلفن. اصلا نیاز نیست بنویسی ازدواج کردی یا نکردی، نیاز نیست بچه داره، عکس نیست، آدرس فقط میخوام اینا که مثلا با محل کار چقدر فاصله داری، شماره تماس و ایمیل بخواد که باهات در ارتباط باشن. دیگه چی میخواد؟ تایتل مثلا چه میدونم فلان کارو کردم، اینقدر تجربه دارم، فلان کار کردم، اینقدر تجربه. یعنی یه ورگ آچار تمام. بعضی 10 تا می‌نویسن. آره اصلا نگاه نمیکنه کارفرما به اون برگه. و بچه‌ها من یه پیشنهادی به شما میدم، شما اگر که تو ایران چه میدونم یه شرکت کار میکردین فلان بودین، شما اگر اومدین کانادا مثلا از قبل کسی بهتون قول کاری توی شرکت خاصی نه، بعضی اینجوری میان دیگه، بعضی مثلا دوستشون تو فلان شرکت میگه بیا آقا جات محفوظه، ما در مورد اونا صحبت نمیکنیم، ما در مورد کسایی صحبت میکنیم که میخوان بیان اینجا و تقریبا از صفر شروع کنن. و شما هر تجربه‌ای که توی ایران داشتید، مگر اینکه تجربهتون تو زمینه آرایشگری باشه، این خیلی بچه اگه میتونین و اگه دوست دارین علاقه دارید بگیرین و اگه قرار از کانادا بیاین از صفر شروع کنید اینجا حداقل کار کنید. آره چون پیدا کردن همچین کاری خیلی راحته. شما نهایتا میتونید توی خونه بشینید، دخترها حالا ناخن درست کنید خب و بعدش سر سال که شد مالیاتشو بدین، یعنی چیز رسمی انجام بدید. خیلی از پسرا اینجوریه، مثلا دخترا که این کارو میکنن، پسرا مثلا لوله کشی آرایشگری، آره لوله کشی آرایشگری، نمیدونم کار
فنی اینجا خیلی دنبالشن، پول میدن. پول خوب، مثلا لوله اینجا یه ویدیو دیدم مثلا لوله برقکاری، مثلا لوله کشا برقکارا مثلا چه میدونم عرقشون رو با دلار پاک میکنن، اینقدر پول در میارن. خوب پول در میارن. یعنی شما اگر که مثلا فنی کار باشید، توی ایران توی شرکتی کار کردین و فکر میکنین الان میان کانادا بازم توی شرکت خیلی راحت استخدام میشید، نه اینجوری نیست. با همچین انتظاراتی نیاین، چون بعد خیلی بد میخوره تو ذوقتون. خب اگر توی ایران پزشک بودید، فکر نکنین الان میان کانادا برای اینکه شما بیاین کانادا دوباره طبابت کنید یه عالمه باید یعنی دوباره انگار از نو درس باید خیلی لایسنس بگیرید. اینجا همیشه اینجوریه. و تو این مدتی که شما درستون رو دوباره میخونید اینجا باید یه کاری انجام بدید، پولی در بیارید دیگه. ببین تو رستوران کار کنید، مثلا نمیگم برای همه ها، برید تو مغازه توی فروشگاه کار کنید، برین مثلا کشیر بشید. من یکی از مثلا بردایی که کردم، من تو ایرانم باریستا بود، دوره‌های باریستا رو گذروندم و یه مدتم کار کردم. به خاطر همین الان اومدم اینجا تونستم یه کار مثلا تو این زمینه پیدا کنم. یه چیز فنیه دیگه، مثلا یه چیز فنی است. میگم مثلا من خیلی خورد تو ذوقم، یعنی من تقریبا چند روز اصلا یه افسردگی گرفته بودم، برای خودم نمی آوردم. مثلا اومدم اینجا گفتم او همین تو واسه خودت مدیر فروشی، تو مثلا فلانی اینجوری و خیلی به خودم میبالیدم فلان. حتی یه نامه از شرکت گرفته بودم که آقا مثلا فلانی اینجا از این تاریخ تا این تاریخ مثلا کار کرده به زبان انگلیسی اینجوری فلان، این داستان مصاحبه مختلف خودش. ولی اومدم اینجا خیلی خورد تو ذوقم. حتی شرکت‌های ایرانی زمینه فروش هم کار می‌کردم، باز هم خورد تو ذوقم، چون که مبالغی که مثلا میدادن حتی به اجاره خونمون هم نمیرسید. یعنی انقدر ما ایرانیان اینجا مثلا با ایرانیان لجن، ولی همون مثلا یه خارجی بودش خیلی باشون خوب بودن. نه ولی به خاطر اینه که همه جای اینجا سابقه کار کانادایی میخواد و اینکه شما بتونید اولین کارتون رو پیدا کنین خیلی سخته، خیلی زیاد سخته. حالا اینجا دو تا روش برای کار پیدا کردن هست. یکی اینکه رزومه رو بگیرین دستتون، برین توی خیابون هر جایی رسیدین، هر جایی رسیدین که یه دونه رزومه بدین که این کارسازتره، شاید باورتون نشه ولی کارسازتره. دقیقاً. و یه سری سایتایی هم هست برای کاریابی که میتونین اونجا رزوماتون رو آپلود کنین، ولی احتمال اینکه از اونجا بهتون زنگ بزنن خیلی کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از جاها، خیلی از شرکت‌ها صرفاً آگهی میذارن که به اداره مالیات بگن که آقا ما داریم کار میکنیم، ما فعالیت داریم، ما داریم نیرو جذب میکنیم. خب صرفاً به خاطر اینه که، نه به خاطر اینه که واقعا دنبال نیرو. ولی اگه تخصص خیلی حرفه‌ای داشته باشید میگیرن یعنی اینکه نه اینکه بخواید. مثلا اینکه دوستای من گفتش که آقا من زمانی که رسیدم کانادا امروز امروز استراحت کردم، فردا سر کار بودم. یعنی اینم هست، نمیگم واسه همه اینجوری، یا تجربه ما اینجوری بوده. شاید ما اصلا راهو اشتباه رفتیم، شاید اصلا ما باید تو ایران یه کار فنی یاد میگرفت، نمیدونم. شاید واقعش اینجوریه که مثلا اگه من مثلا برقکار بودم یا لوله کشی بلد بودم، روز دوم سر کار بودم. آره شاید. ولی ما در کل خیلی دنبال کار گشتیم. یعنی ما تقریبا فکر کنم 3 هفته شد که هر روز دنبال کار میگشتیم و هر روز یه عالمه رزومه این ور اون ور. شب میشستیم خونه توی سایت آپلود می‌کردیم و روزا ایندید و نمیدونم بقیه جاها، و روزا میرفتیم حضوری دنبال کار میگشتیم تا اینکه یه دونه رستوران پیدا کردیم. نه قبلش بگم اینو رفتیم ما یه دونه دلاراما بچه‌ای که از مغازه‌های اینجاست که چیز خورده‌ریز داره، چیز خورده‌ریز مثلا $1 آره $1 مثلا تا مثلا چون $10 $12 اینجوری ماکسیممش انقدر. رفتیم اونجا، خب چون محله ایرانی بودش و ما خیلی مثلا میرفتیم جای مختلف، دیدیم که یه نفر رو پیدا کرد. یعنی دیدیم کشیر اونجا، کشیر بود، مثلا سوپروایزر اونجا بود، نمیدونم چی بود. اون به ما گفتش که ما گفتیم که می‌خوایم دنبال کاریم. اون گفتش این رزومه چی؟ گفتن دنبال کاریم و فلان اینا. گفتش اگه بخواید مثلا میتونید برید فلان کافه، میتونید اونجا مثلا به یه سری بزنید. گفتیم باش. ما رفتیم کافه رستورانه. ما رفتیم اون کافه رستورانه، گفتیم که این ما دنبال کار داریم می‌گردیم، رزومه من خودم باریستام، تو ایرانم سابقه کار داشتم. بچه حالا این چیزی توی پرانتز بهتون بگم، نیازی نیست اگه که مثلا میدونین اعتماد دارین به خودتون و میدونین که واقعا کارو بلدین، ولی تجربه کارتون مثلا 1 ماه 2 ماه تو ایران بوده، نیازی نیست بگین من 1 ماه تو ایران مثلا باریستا بگو یه سال یعنی نیاز آخه میدونین چون دسترسی ندارم، ولی که با خود باید اعتماد داشته کار درست انجام بدید، بلد باشی اون کار
کاره رو، نه اینکه مثلا هیچی بلد نباشی بگی که ما یه سال چیز داشته. خب نمیگیرن، فایده ای نداره. تازه فکر میکنن که دروغ گفتی بیرونت میکنن از اونجا. شبت بخیر. آره. و ما رفتیم اونجا و گفتن که اتفاقا مدیر کافمون داشت دنبال باریستا میگشت و برو با اون صحبت کن. من رفتم با مدیر کافه، حمید اومد با مدیر رستوران. خلاصه بچه‌ها سرتون در نیارم، از فرداش رفتیم ما سر کار. نه فردا زنگ زدیم گفتش که اگه میخواید از مثلا فردا بیاید اینجا آموزشی، یه هفته آموزشی باشی. بعد یه هفته آموزشی معمولا کسی که مثلا آموزشی میره معمولا اوکی میشه، یعنی کسی که نخوانه مثلا میگه حالا بهتون تماس میگیرم اینا. یه نکته بهتون میگم، فالو آپ اینجا خیلی مهمه. یعنی شما رزومه رو میدی به طرف، میری مثلا طرف میگه که آقا ما میخوایم بهت زنگ میزنیم، بعد تو نمیری فالو آپ کنی، اونم مثلا تماس نمیگیره با فرد بعدی که رزومه رو میده و میاد فالو آپ میکنه، میگه آقا این خیلی علاقه داره که بیاد این کارو انجام بده، پس چرا باید اینو بگیرم؟ حتی اگر اینکه اون رزومش پربارم نباشه ولی علاقه داره سریعتر یاد بگیره، شروع کنه به کار کردن تا اینکه یک نفری که کلی رزومه داره. و یه چیزی هم اینجا داخل پرانتز بهتون میگم، اینجا دوست نداره کارفرما زیادی تجربه داشته باشه. خب یه چیز خیلی واضحه، میگه یعنی فکرش اینه که اگر تو زیادی تجربه داشته باشی ممکنه بیای 6 ماه دیگه درخواست اضافه حقوق کنی، اضافه فلان کنی، ویزا کنی، هر چی. مثلا اگر هم تجربه خیلی زیادی داری، خیلی میدونی، خیلی بلدی، کم بنویسید، خلاصه بنویسید، میدونی خیلی فشرده بنویسید، چون که اینجا هر چی بیشتر بدونی، مخصوصا تو کارهای جنرالا، نه تو کارهای حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگ کانادایی و نه فلان اینا، نه اونا اتفاقا هر چی بیشتر تجربه داشته باشی بهتره. جاهای کوچیک دارید تازه دارید شروع میکنید کارو دیگه، جای کوچیک آقا چیکار بلدی بکن، من مثلا کاری که بلدی مربوط به اون شغله رو بگو، بعدم مثلا فلان کار انجام، مثلا بعدم قهوه آرت بزنم، این کار انجام، این کار انجام. حتی اگه تو مدیر شعبه بودی، مدیر لمیز بودی، مدیر فلانجا بودی، 100 تا پرسنل زیر دستت بوده، اینا نباید بگی، چون اگر بگی معمولا قبول نمیکنن و مثلا اوکی نمیدن. اینم از ما. بعدش رفتیم تو سر کار رو چند وقت کار کردیم و بعدش ماشا یه جای دیگه پیدا کرد که خودش بیشتر میتونه توضیح بده. آره من همزمان که داشتم اونور کار میکردم، خب تایم کاریام کم بوده، نیازی نداشتن که مثلا هر روز کل روز اونجا باشی. به خاطر همین من بعد دنبال کار دیگه هم میگشتم که یه روزی که با حمید رفته بودیم همینجوری قدم بزنیم داخل مرکز خرید و اینا، ما این کافه خیلی کیوت صورتی خوشگل مشکل دیدیم. بعد منم خب بچه‌ها، من اون موقع که اومده بودیم، من بسیار سخت بود برام دنبال کار بگردم، خیلی زیاد سخت بود. خب یعنی حمید مثلا میگفتش که برو بپرس. چرا؟ یکی از دلایلی که واسم سخت بود دنبال کار بگردم، مخصوصا یه جاهایی که ایرانی نبودن، این بود که من زبانم خوب نبود و بیشتر از این که زبانم خوب نباشه من خجالت میکشیدم صحبت کنم. یعنی واقعا بچه‌ها موقعی که میان کانادا ولی خجالت رو بذارین کنار، چون که خجالت مانع خیلی چیزا میشه. من دیگه بعد از مدت ها مثلا الان خیلی نمیترسم، یعنی حتی اگه دارم اشتباه صحبت میکنم دریوری میگم ولی میگم. آره بعد اینجوریه که چون کانادا خیلی مهاجر داره، بعد اقلیم‌های مختلف، کشورهای مختلف، هیچ انگلیسیش خوب نیست. نمیگم هیچ کی انگلیسیش خوب نیست، ولی درصد آدمایی که انگلیسیشون خوب نیست خیلی زیاده. واسه همین عادیه اینجا که شما انگلیسیتون خوب نباشه و هندیا لهجهشون خیلی بده، یعنی انگلیسیشون خوبه، ولی اینکه شما انگلیسی بلد نباشین و کم باشه و بتونین صحبت کنین، منظورتون برسونین، اینجا خیلی ارزش بیشتری داره. خب مثلا شما دارین دنبال کار میگردین ولی خجالت میکشی صحبت کنین، خب کسی نمیگیره. ولی اینکه شما انگلیسیتون خیلی هم خوب نباشه ولی سعی کنین صحبت میکنین، طرف میبینه که شما دارین تلاش میکنین و دارین، و این یه قوانین مثبته مهمیه واسه یادگیری همه چیزه. این چیزا خیلی مهمه، یعنی مثلا زبان، حالا هر کسی که زبان بلدن که فبرمونه، ولی کسی که مثلا مثل ما یهویی میاد و تایم ندارن تا زبان بخونن. یعنی بچه‌ها اگه میتونید واقعا زبانتون رو ثبت کنید، یعنی به درجه برسونید، برید زبان بخونید. برید واقعا زبان بخونید. یعنی یه جاهایی به مشکل میخورید ولی برای پیدا کردن یه سری چیزا زیاد مثلا ملاک نیستا، ولی خب بلد نباشید اینجا به مشکل میخورید، مجبور با ایرانی مثلا کار کنید. و یک نکته که داره
چیه؟ اعتماد به نفس. اگر اعتماد به نفس داشته باشی میتونید همینجا یاد بگیرید. مثلا من میرفتم هر چی دهنم در میومد میگفتم، هر چی بوده میگفتم، طرفم متوجه میشد من زیاد مثلا انگلیسی بلد نیستم ولی منظورمو میرسوندم. آره خب برگردیم به چیز من. کافه رفته بودی؟ آره یه کافه صورتی خیلی کیوت بود، رفتم داخلش گفتم آقا منیجرتون هستش؟ بعد سعی کنید بچه‌ها دنبال کار می‌گردیم با منیجر صحبت کنید. خیلی نکته مهمیه. منیجرتون هستش؟ گفتن که داره ناهار می‌خوره بعد مثلا اینجا بشین تا بیادش. گفتم باش. نشستم، منیجر اومد، صحبت کردیم. گفت ببین من تا حالا تو زندگیم اینجوری استخدام نکرده بودم. گفتم که آقا من بلدم دیگه، من لته آرت بلدم، مثلا قهوه بلدم، خیلی مثلا توی کافه حرفه‌ای کار می‌کردم. کجایی بودم منیجر؟ قزاقه. خلاص روز زبان میفهمیدیم زبان هم دیگه رو. بلکه روسی صحبت کرد دیگه قشنگ یه اعتماد دو طرفه ایجاد شد. آره بهم گفتش که برو پشت بار یه دونه کاپوچینو برام بزن. دیگه منم استرسی اینجوری با دسته بری بچا آرتی زدم تو زندگیم نداره. خیلی خوب شد. همیشه میگن که تو شرایط سخت. آره ولی من تو شرایط سخت بیشتر میرینم همیشه، ولی استثنا. خلاص زدم و 2 روز بعدش بهم زنگ زد و اینا، گفتش که آقا بیا ترینینگ تو 2 هفته ترینینگ باش که پرداخت هم میشه و بعدش ان شاءالله دیگه شروع میکنه مدارک تو بفرست بریم دنبال کار. اینجوری شد که من این کارم پیدا کردم، هنوزم همونجا. و اینکه خیلی مهمه که شما یه خورده غرورتون رو بذارید کنار. ببینید چیه، چون خیلی به غرور آدم برمیخوره. وقتی 10 جا رفتش گفتن نه حالا این یکی مثلا تو فکر کن یه جای مدیر بودی بعد یه مثلا این درجه بالا رو بیاید 100 درجه پایین‌تر. آره مثلا اینجا راننده اوبر بشی. حالا در مورد اوبر میخوام باهاتون صحبت کنم. اوبر آقا ما اومدیم اوبر گفتیم خب من که کار نداشتم، یعنی که هفته اول کار نداشتم، هی فکر کردم چیکار کنم چیکار نکنم. با آقا صادق صحبت کردم، آقا صادق من چیکار کنم؟ گفت میتونی اوبر ثبت نام کنی، تو ورک پرمیت اوبر ثبت نام کن. گفتم خب ماشین ندارم. گفت نیازی نیست حتما ماشین داشته، تو پیاده میتونی اوبر. پیاده؟ گفت آره. بعد همینجوری تعجب کردم خب من چیکار کنم بعد گفتش که ثبت نام کردم و یه عکس همون موقع اینجوری ازم گرفت و انداخت و فلان و اینجوری. بعد از مثلا چند ساعت اوبرم فعال شد. اوبر دلیوری اینجا 2 نوع دیگه، مثلا اسنپ ماشین هستش و اسنپ فود، این دو تا متفاوتیه. ولی اوبر گفتیم خب اوبر دلیوری، اوبر مثلا غذا هستش، اوبر چیزای مثلا چه میدونم مثلا بری خرید کنی از یه جایی از یه سوپرمارکتی و بقیه چیزا. اوبر پسنجر نمیتونستم کار کنم چون ماشین می‌خواستش. گفتم خب من پیاده نمیتونم. گفتش که میتونی دوچرخه بگی. گفتم آره. رفتم دوچرخه گرفتم و اگر عکسشو پیدا کنم حتما واسهتون میذارم. یه دوچرخه گرفتم $228. اون موقع خیلی واسه مایی که از ایران پول آورده بودیم، ببین ما کلا 10,000 تا پول داشتیم، $10,000 کانادا پول داشتیم که ما یه مقدارش هم واسه بلیط و داستانا داده بودیم، 2,500 تاش هم ماه اول داده بودیم. و من یه پرانتزم اینجا براتون باز کنم. ببین شما که زمانی میخوای خونه بگیری 2 حالته، یا اینکه باید یعنی کردیت کارتتون خیلی خوب باشه که ما کسی که نیو کامره و میاد داخل کانادا کردیتی نداره، یعنی کردیت اسکوری نداره که بخواد مثلا خوب باشه یا بد باشه اینا. پس 2 حالت داره، یا یه نفر باید کوساینر بشه ضامنت بشه، یا باید مثلا پول 6 ماه تا 1 سال جلوتر بدی. اگر کردیت کارت داشته باشی که لاست و فرست ماه اول و ماه آخر، مثلا قرارداد 1 ساله میبندن، ماه اول و ماه آخر رو پرداخت میکنی، بقیه‌اش هم که تو هر ماه پرداخت میکنی. اگر نداشته باشی باید 6 ماه تا 1 سال پول اجاره رو بدی. مثلا معمولا 6 ماه. حالا همون 6 ماه اصلا بود 3 ماه. 6 ماه بخوای پرداخت کنی مثلا $2,000 هم که باشه، 6 $2,000 میشه $12,000. ما خیلی به مشکل می‌خوردیم اینجوری. بعد سعی کردیم خب ما الان چیکار کنیم چیکار نکنیم. حالا این پرانتز رو بهتون گفتم که برم سراغ اوبر. اینجا حواستون خیلی باید باشه که توی اوبر کار کردن، اون اولش که می‌خوای شروع کنی به کار کردن، این چی میگن ریکوستایی که میاد، درخواستایی که میاد و اکسپت کنید شروع کنید به کار کردن. من اینو اول نمیدونستم، من مثلا هر کدوم که دوست داشتم اکسپت میکردم. اولین جایی که رفتم مثلا اینو بهتون میگم $228 می‌خواستم، هزینه‌اش زیاد بودش واسه ما چون که ما انقدر هزینه‌های مختلفی پرداخت کرده بودیم و این خونه هم می‌خواستیم بگیریم، خیلی برام زیاد بود. ولی با این حدود ما رفتیم هزینه کردم و یه دوچرخه گرفتم. گفتم که زمانی که من میرم اوبر و اینا مثلا با دوچرخه استفاده می‌کنم، زمانی که ماشا مثلا می‌خواد بره سر کار و من خونم و مثلا خوابم اینا، ماشا دوچرخه رو برداره ببره. ما
من تقریبا یک ماه و نیم دلیوری با دوچرخه دادم، ولی خیلی سخت بود. اولین جایی که رفته بودم اگ اسمارت بود، اگه یادم باشه. آره اگ اسمارت بود. یه دلیوری انجام دادم، خیلی خوشحال بودم. چرا؟ چون که فکر می‌کنم مثلا با دوچرخه کلا 6 دقیقه رکاب زدم رفتم، $4 که هزینه دلیوریش بود، $3 هم خود اون فرد مثلا بهمون تیپ داده بود، چون که توی اوبر مثلا کانادا تیپ دادن یه عرفیه، انعام دادن یه عرفیه. یعنی رستوران طرف میره، انعام اجبار نیست ولی عرف همه میدن. یه کارهای خدماتی کلا تیپ داره، انعام داره. مثلا میری رستوران غذا میخوری یا مثلا اوبر دلیوری میکنه یا اوبر پسنجر یا چیز دیگه، انعامو میدن. حالا بعد از چند ماه گذشتم مثلا یک ماه تقریبا سخت، یک ماه خیلی برام سخت بودش. و یه چیزی خوبی که اینجا داره اینه که شما از هر فروشگاهی بگیرید ریترن پالیسی داره. یعنی تو میتونی مثلا بعد از به من گفتش که اگه این دوچرخه گرفتی راضی نبود تا 6 ماه میتونی برگردونی. مثلا من سخت بودش، رفتم پس دادم و تونسته بودم توی اون 3 هفته حدوداً $300 در بیارم. $228 که این داده بودم، حالا با تکس و این چیزاش دقیقاً $500 500 خورده‌ای داشتم. رفتیم یه دونه اسکوتر برقی گرفتیم، اسمش هم گذاشتیم کامبیز. با کامبیز دیگه راحت بود، چون که ترمز داشت دیگه، اصلا نمی‌خواستی پا بزنی. اگر هم مثلا شارژ تموم میشد میتونستی استفاده کنی. اونو گرفتم $450، تقریبا با تکس شد تقریبا شد $500. ولی خیلی دیگه راحت بودیم، یعنی خیلی تایم بیشتری میتونستم کار کنم. تقریبا 4 ساعت و نیم مثلا میتونی باهاش با سرعت معمولی بری، ولی سرعتش خیلی بیشتر، راحت‌تری. خلاصه شروع کردم به این کار، دلیوری کردم. بعدش مثلا رستوران، بعدش که رستوران اینجا شد رستوران کار کردم، همزمان دلیوری کردم. بعد از اون روزایی که مثلا من میرفتم رستوران، مثلا ماشا کامبیزو برمی داشت میرفت کافه، بعد با کامبیز و کافه میومد دم رستوران، مثلا ما با هم دیگه میرفتیم میومدیم خونه. چون این بین هم خیلی دنبال کار میگشتم، کار پیدا کنم و اینا. بعد از یه مدتی دیگه مثلا ما شروع کردیم، گفتیم که آقا خیلی واسم سخته اینجوری، گفتم برم اوبر پسنجر کار. چون که یه مدتی هم گذشته بود، تقریبا 6 ماه بود دیگه، 6-7 ماه بود که گذشته بود. خب ما می‌خواستیم ماشین بگیریم. خب گفتیم آقا من می‌خوام اوبر پسنجر کار کنم، بریم ماشین بگیریم اینا. قبلش هم اینو که ما زمانی که اومدیم فکر کنم ماهای اول اینا ما رفتیم مثلا گواهینامه. اینجا گواهینامه‌اش جیوان G2 فول جیه. جیوان همون آیین‌نامه خودمونه. حالا آیین‌نامه به زبان فارسی هم میتونی امتحان بدی. همه زبونا رو میتونی امتحان بدی. همه زبونا نه، فارسی میتونی بدی، فارسی، فرانسه، انگلیسی، روسی، اوکراینی، چینی هم میتونی بدی. ولی و خود انگلیسی هم که خوب. ولی جالبش اینجا بود که فارسی هم میتونستم. من فارسی امتحان دادم. یعنی روز اول رد شدم، دوباره رفتم. همون روز اول یه بار رد شدم، دوبار میتونی دوبار تو یه روز دوبار بیشترم تو روز اول، بار اول رد شدم توی روز اول، بار دوم همون موقع دوباره پرداخت کردم رفتم دوباره. ولی یه نکته داره که ما قبل از اینکه بیایم کانادا یه دونه چی بود اسمش، سابقه گواهینامه رو آوردیم از پلیس به علاوه 1 بگیریم. پلیس به علاوه 10 پلیس اضافه 10 نه، پلیس اضافه 10 نه نیستش. چرا دیگه؟ نه اونجایی که بودش میرفتیم شهرک آزمایش میگیریم، میاری اینجا همونو با گواهینامه تو میاری جفتش اینجا بر ترجمه میکنن. موقعی که میخوای بری مثلا گواهینامه حتی جیوان بگیری، اونا بهشون ارائه میدی، میگی مثلا اینا رو من میخوام فول جی امتحان بدم. این چه خوبی داره؟ حالا فول جی چه جیوان که میگیری باید حدوداً اگه زیر 18 سال باشی، که زیر 15 سال 16 زیر 16 سال باشی اصلا نمیتونی جی 2 امتحان بدی. جیوان جی 2 اصلا نمیتونی امتحان بدی. و بعد از جی 2 فکر کنم 6 ماه تا 1 سال باید بگذره بری فول جی امتحان بدی. حالا این تفاوتاش اینه که مثلا تفاوت مثلا جیوان و جی 2 و جی فول جی چیه؟ جیوان که فقط گواهینامه مثلا آیین‌نامه رو امتحان میدی، به زبان فارسی هم میتونی امتحان بدی و میتونی رانندگی کنی، به شرطی که یه شخصی که فول جی داره فول جی داره و بیش از 2 ساله که فول جی داره کنارت بشینه. حالا فول جی چی هست و جی 2 تفاوتش چیه؟ جی 2 شما موقعی که میخوای امتحان بدی باید امتحان پارک دوبل و پارک و این چیزا رو بدی. فول جی امتحان اتوبان داره که جی 2 نداره، یعنی تو اتوبان باید بری. و اینکه یه نکته‌ای هم که داره اینه که زمانی که شما فول جی داشته باشی، یعنی انگار مثلا همه دوره‌ها رو گذروندی، همه چی بلدی، پارک و مارک و همه چی رو بلدی. و کسی که سابقه گواهینامه
گواهینامه رانندگیشو میاره اینجا، میتونه از جیوان یک بار امتحان بده روی فول جی. یه لحظه، اون جی توه یه چیز دیگه هم که داره، شما وقتی جی تو داشته باشی نمیتونی داخل اتوبانا بری. آره داخل اتوبان نمیتونی. خیابونا یا مثلا خیابون میری یا مثلا اگر یهو بگیرنت گواهینامت فکر کنم تا 3 ماه تعلیق میشه، یعنی تو اصلا نمیتونی رانندگی کنی. بعدش مثلا دوباره باید جی تو رو امتحان بدی، یعنی مثلا دردسرای مختلفی داره اینجا. و نکته که داره اینه که شما وقتی فول جی مثلا یک بار امتحان میدی، اگر فول جی رد شدی برمیگردی رو جی، یعنی این سابقه گواهی رانندگیه تقریبا واسه یک بار یه جون اضافه واسه میخره با یه چیز بیشتر که تو بتونی یه شانس خیلی خوبیه که تو بتونی فول جی یه ضرب بگیری. حالا من رفتم میخوره رانندگی یاد گرفتم و آساق یه نفر معرفی کرد که از قضا هندی بودش، خیلی هم خوب توضیح داد، مسیر قشنگ مسیر رو بهم، مسیری که امتحان میگرفتن قشنگ بهم توضیح داد. 6 روز من رفتم این کارو انجام دادم و بعدش امتحان دادم و فول جی قبول شدم. حالا اگر فول جی قبول نمیشدم میتونستم برم جی تو امتحان بدم، فرق خاصی نداره، فقط این که توی امتحان دادنشه و اینکه توی اتوبان هم با جی تو نمیتونی بری. البته یه تفاوت دیگه هم داره، اگر دنبال مثلا خواستین یه کاری انجام بدید که مرتبط با رانندگی باشه، معمولا همه جا فول جی میخوان، مگر اینکه مثلا بخواید اوبر کار کنید، اوبر رو میتونید با مثلا جی تو کار کنید، چون که نهایتا مسیرایی رو بهتون نمیدن، خود اوبر نمیده که مثلا از تو اتوبان رد بشه. من حالا فول جی گرفتم، تموم شد و ماشم کلا بیخیال شدش از گواهینامه. چرا گواهینامه چیز مهمیه؟ به خاطر اینکه یه آیدی کارت، شما نمیتونی مثلا کسی که اومدی اینجا برداری چیز کنی، چه پاسپورت و ویزا تو برداری به همه جا ببری، ولی گواهینامه که داشته باشی اینجا خیلی واسهشون مثلا مثل کارت ملی ما چیزی ازش که ولید اینجا واسه اینجا. بعد از اونجا حالا ما یه دوره رفتم که ماشین بگیرم، خیلی جاها رفتم، خیلی جاها میگفتن نمیتونی، بعد مثلا 6 ماه دیگه، یا اینکه یه داون پیمنت بذاری، یعنی پول مثلا ماشین 50000 تا تو 50%ش رو 25000 میگفتم 25000 تا باشه، خب من میرم یه ماشین کش میخرم به جای اینکه مثلا لیز و فایننس و کش چند چیز مختلفه. مثلا لیز شما از خود کمپانی اجاره میکنی، فایننس از خود کمپانی یا اون جایی که هستش میگیری، ولی قسطی ازش میخری با یه مثلا اینترنس چه میدونم یه سود مثلا 7% 8% 5% مختلفه، جاهای مختلف چیزای مختلفیه. لیزه اینه که تو میتونی ماشین رو بهش به کارخونه برگردونی، مثلا بعد از 6 ماه، مثلا بعد از 6 سال به 4 سال بعدش برگردونی، یا اینکه میتونی ماشین رو دوباره فایننسش کنی، ادامه هزینه‌شو دوباره خودت پرداخت. کش هم که خودت کش میگیری دیگه. بچه چیزی بهتون بگم، ماشین گرفتن اینجا برای ما یکم سخت بود. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا به اندازه کافی کریدیت اسکورمون نرفته بود بالا و به اندازه کافی کشر رو نداشتیم که بدیم داون پیمنتش. وگرنه کلا ماشین گرفتن اینجا خیلی راحته، یعنی شما اگه یه پولی داشته باشی که بتونین بدی، اصلا خیلی همون روز بهت ماشین رو میدن. کریدیت اسکور اگه داشته باشی که اصلا دیگه فول مراد، یعنی میگم خیلی راحته. اول توی کانادا از این نظر خیلی سخته، اینکه خیلی سخت به شما میگیرن چیزو، به خاطر اینه. ولی در کل ماشین گرفتن خب خیلی راحت تره نسبت به ایران، یعنی تو نیازی نیست پول خیلی 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 گنده رو بدی ماشین رو بخری، نه مثلا ماهانه یه مبلغی رو مثلا چه مبلغ معقول که مثلا میتونی با کار کردن بدی مبلغ. دقیقاً مثلا تو مثلا 400 500 دلاره، اونقدر فکر نکن. واسه این ماشین داره حالا در کل. بعد ما این ور اون ور اینا، دوستمون مثلا این نفر معرفی کرد، رفتیم اونجا ماشین سانتافه 20 گرفتیم ازش و رفتم اوبر کن. یه چیزی بهت بگم، اینجا هزینه مثلا قسط ماشین $500، هزینه بیمهش مثلا $520 $450 اینجوریه. هزینه بیمه اینجا از خود هزینه قسط ماشین بیشتره. البته خب ولی مثلا اگه ماشین چیزی شد دزدیدنش تو بدزدن، هر اتفاقی واسه ماشین بیفت، مثلا ماشین رو بدزدن خب یا راید آف بشه، مثلا تو بری تصادف کنی بخوره، مثلا مبلغ هزینه تعمیر ماشین مثلا از مبلغ خود ماشین 70% بیشتر نباشه، اون میشه راید آف که بشه کلا هزینه ماشین رو بهت میدن. اونم از اینا میان این کارو میکنن. مثلا طرف میبینی که آقا ماشینشو مثلا میخواد یه جا بفروشه، چه میدونم 20000 تا، میره راید آفش میکنه،
30,000 تا از بیمه میگیره، ولی دفعه بعدی که بخواد بیمه بگیره هزینه بیمهش میره بالا، خیلی بیشتر میشه. چون سالیانه نگاه میکنن شما جریمه شدی، نمیدونم راید آف کردی، چند بار مثلا از بیمه استفاده، مثل ایرانی چند بار از بیمه استفاده، چه جوریه اینا هزینه هاش متفاوت، هر چه استفاده کرده باشه هزینهش بالاتره. مثلا تو اگه 450 تا میدی بیسته، اون موقع مثلا میشه 1000 تا. این انقدر اختلافش زیاد میشه. خلاصه ما ماشین رو گرفتیم و بیمه‌اش رو گرفتیم و دردسر مختلفش رو کوساینر جور کن و این ور اون خیلی طول کشید، ولی ما ماشین بگیریم این ور میرفتیم نمیدادن، اون ور نمیدادن. ما بعد از 6 ماه تصمیم گرفتیم بگیریم، بعد از 6 ماه که تموم شد 3 ماه داشتیم این ور اون ور می‌زدیم که بتونیم بگیریم، بالاخره تونستیم و گرفت. حالا من رفتم اوبر پسنجر کار کردم. خب هزینه ماشین خود بیشتر بود، ولی در قبالش هزینه‌ای هم که اوبر پرداخت می‌کرد متناسباً بالاتر بود. مثلا دیگه اوردر $3 بهم میداد، ولی از اون اوردر مثلا $25 هم بهم میداد. اینجوری. حالا گذشت ما وارد با آقا صحبت می‌کردم، مثلا آقا کمک کرد وارد آمازون شدم. آمازون نه خود آمازون بود، دلیوری خود پکیج آمازون، ولی به یه شرکت‌های وابسته زیر مجموعه خودش شده بود که من توی یک این شرکت‌ها شروع کردم به کار کردن. خب اونجا اولا که آب و هوا، مثلا ماشین بهت میدادن، همه چی بهت دادن، گوشی ماشین، ولی مثلا ماشین رو برمیگردونی توی پارکینگ اونجا. بعد از این کار تموم شد، از صبح ساعت 10:30 شروع می‌کردم تا ساعت معمولا 6:30-7 تموم می‌شد دیگه، برمیگشتم خونه. سختی خیلی زیادی داشت. اولا اینکه اونجا افرادی بودن که خیلی هندی بودن و من خیلی متوجه چون لهجهشون متوجه نمیشدم، یعنی 95% اونجا هندی بودن. نمیدونم چه جوری مثلا هندی یکم لهجه خاصی دارن و خیلی فهمیدنش مثلا سخت میشه. خب دو بعد از اون حالا اینا مهم نیستش، بالاخره هر جایی یه لهجه مختلف خودش داره، اصلا قابل احترامه. مهمترین چیزش اینجوری بود که شرایط آب و هوایی خیلی بد بود و اینکه هر مثلا فکر کن توی یه دونه خیابون 10 تا خونه بود، بعد دونه به دونه پیاده می‌شدی، اینا اسکن می‌کردی می‌رفتی در خونه، بعد پکیج سنگین داشت. در صورتی مثلا روز اول من رفتم بودش که مثلا 20 مثلا 30 LB یا 40 LB میشه مثلا تقریبا 20 کیلو بیشتر نیست، ولی در صورتی مثلا ما 50 کیلو هم بلند کردیم، 60 کیلو هم بلند کردیم، تلویزیون میدادن بهمون، همه چی دلیوری می‌کردیم. من مثلا اگر اتفاقی واسه اینا میافتاد بعد ما خودمون هزینه‌اش رو می‌دادیم، یعنی ریسک کار زیاد بود، سختی کار بالا بود. من تقریبا بعد از فکر کنم 4 ماه دیگه از اونجا اومدم بیرون و با اینکه خب هزینه‌اش خوب بود ولی خب نمیارزید. بعد شروع کردم به اوبر رو ادامه دادم تا اینکه ما یه سری توی همون رستوران کار کردیم، یه خورده شروع کردم با اینجا خیلی مهمه با افراد مختلف صحبت کنیم. من یک سری دوستای خیلی خوبی به دست آوردم، سهیل، صدف، سوگند، بچهای دیگه، علی و بقیه چیزا، امیرخان، دیگه خیلی آدمای خوبی دور و برم از اینجا سلام بچه‌ها، درود بر شما پیدا کردم و خیلی ازشون ممنونم و هنوزم دوستمون باشون ادامه داره و خیلی هم دوستشون دارم و اینا کمک کردن، خیلی کمک. ببین مثلا تو مامان بابای ماشو که اومده بودن توی خونه پیدا کردن، خیلی توی کار پیدا کردن، خیلی برامون تلاش کردن که مثلا کار دیگه پیدا کنیم و سهیل و صدف و سوگند واقعا ازشون ممنونم که مثلا اومدن یه جای پیدا کردن به اسم پس کنترل اورفین، ما شروع کردیم اونجا کار کردن. الان که هنوز همونجا یه سری لایسنس باید میگرفتم، لایسنس ها سخت بود، کتاب مثلا ثبت نامش و نمیدونم فلانش، همه اینا رو با هم کمکمون کردن، راهنماییم کردن، مثلا گفتن چیکار باید انجام بدن، کتابا رو بونی امتحان بدی، لایسنس بگیری، لایسنس که من مثلا با این مدیر اون شرکت صحبت کردم، با اون شرکت صحبت کردیم، خیلی کمک، واقعا ازشون ممنونم که تا الانم که حالا اونجا دارم کار میکنم، باهاشون همکارم، افتخار همکاری باشون دارم، خیلی هم دوستشون دارم، واقعا مثل برادر خواهرای خودم میمونن. رسیدیم به اینجایی که ما الان هستیم، یعنی دقیقاً 1 سال از ورود ما توی کانادا گذشته و توی این 1 سال کلی تجربه، کلی اتفاق، کلی چیزای مختلف تجربه کردیم. من یه پرانتز باز کنم بچه‌ها، یه چیز صادقانه که حالا خیلی هم این حرفو نمیزنن دقیقاً، و من میخوام اینو بگم که کانادا واقعا برای
همه نیست، یعنی واقعا سخته. خب مخصوصا 1-2-3 سال اولش واقعا سخته. نه کانادا، هر جای دیگه، ولی این چیزی که ما توی این کشور تجربه کردیم تو کانادا خیلی سخت. آره، یعنی شما اگر که مثلا توی ایران ما افراد زیادی رو دیدیم، یعنی من از خودم نمیگم، ما افراد زیادی رو دیدیم که واقعا برگشتن و نتونستن، چون که تو ایران زندگی خوبی داشتن. یعنی زندگی خوب منظورم اینه که مثلا طرف یه دونه خونه داشت، ماشین داشت، یه شغل با درآمد خوب داشت، اومد کانادا و خورد تو ذوقش، یعنی صرفا به خاطر اینکه خورد تو ذوقش نتونستا، چون دید که بعد اوبر کار کنه، بعد بره تو رستوران کار کنه، بعد بره چه میدونم کافه کار کنه، 6 ماه باید زحمت بکشه، 1 سال زحمت بکشه. همش داره فکر میکنه که آقا من ایران داشتم پادشاهی میکردم، مثلا من کار خوبمو داشتم، ماشینمو داشتم، خونمو داشتم، اینجا اومدم هیچی ندارم، با ماهی اینقدر یه عالمه پول بدم واسه اجاره خونه، یعنی که حتی خونم نمیتونم اجاره کنم، بعد برم توی اتاق زندگی کنم. مثلا ماشین الان نمیتونم ماشین بگیرم، ماشین سختم بگیرم، باید تو رستوران کار کنم. چه کاریه، چه زندگیه؟ خب و بعد من واسه خودم کاره بودم فلان، میخواد تو ذوقتون یا نیاین، یا اگر که تصمیم گرفتین بیاین، بعد همه اینا رو بدونین که واقعا سخته و نخواد بخوره تو ذوقتون. خب به خاطر اینکه من میفهمم کسی که زندگی خیلی خوبی داشته، مثلا شخص میخواد تو طول زندگیش اینجوری بره بالا دیگه، ولی که مثلا تو ایران رفته بالا به یه جای رسیده، یه جایگاه رسیده، اومده کانادا میبینه زندگیش این شکلی شده، دوباره اومده پایین، دوباره بعد از یه کاری که مثلا 20 سال پیش این تو رستوران کار میکرد، ظرف میشسته، بعد یواش یواش مثلا شده مدیر یه شرکتی، الان باید دوباره برگرده به همون نقطه. خیلی سخته. اینا همه هست. یعنی ما هم الان برای مثال حمید 7 روز هفته رو داره سر 2 تا کار میکنه، یعنی استراحت نداره. تا استراحت من مثلا چیه؟ مثلا شنبه ها از صبح تا 6 عصر، چون 6 عصر باید بره سر کار. مثلا من میرم سر کار از ساعت 7 صبح میرم، 7 بلند میشم، 7 نیم یه رو به 8 میام سر کار تا ساعت مثلا 5 و نیم، بعد از 5 و نیم میام، نیم ساعت استراحت میکنم، 6 تا 12 دارم سر کار. یعنی کل هفتم اینجوریه. نمیخوام بهتون بگم که اگر بدون برنامه ریزی بیاید، اگر بدون هدف، اگه فکر میکنید اینجا واقعا بهشت و قرار پادشاهی کنید، نه، اینجا کسی واسهتون چیز نکنه، نریدن. اینو راحت بهتون میگم، اینجا فکر نکنید. ولی مثلا جای مختلفی هم داره. مثلا اینجا تورنتو یه مناطقیش، مثلا ریچموند هیل و نورثروک، اینا مناطق ایرانی نشینن، ولی تو حس میکنی واقعا ببین چیزایی که توی ایران نمیتونی حتی به دست بیاری اینجا پیدا میشه. اون آزادیه هست. بچه اینجا واقعا خوبیای خودشو داره ها خیلی. یعنی تو مثلا اگر توی ایران رستوران کار کنی نمیتونی بری سانتافه سوار شی، ولی اینجا میتونی. خب منظورم اینه که تو در کنار سختیایی که میکشی یه سری خوبیای هم داری. یعنی مثلا لباس برند میتونی بپوشی، نمیدونم چیزای خوبی بخوری، آزادی داری. احترام بچه‌ها اینجا خیلی زیاد بهتون قرار احترام بذارن. قرار بیان واقعا یعنی هیچ جا نه تحقیری هست، نه نگاه بالا به پایینی هست، احترام خیلی خیلی زیاد. شما برید داخل اداره یه خانم ننشسته بی اعصاب کارت انجام بده، نه، بسیار اینجا احترام میذارن واقعا. مثلا ما موقعی که اوایل اومده بودیم کانادا اصلا برگام بود که میرفتیم بانک، طرف قشنگ وقت میذاشت مینشست کافی تعارف میکرد. وای نگو برگام پشمو. بگو چه جالب. خیلی جالب بود واسه. خیلی جالب بود. ولی اینا رو داره، در مقابلش هم زحمت خیلی زیادی باید بکشی. یه چیزی هم که ازش اینه که آقا هر چقدر زحمت بکشی اینجا ثمره‌شو می‌بینی. یعنی تو اگر شب تا صبحم کار می‌کنی میدونی که به یه نتیجه‌ای میرسی. مثلا اینجا یه چیزی که داشت تورمه، مثلا گفتم آره مثلا تورمش 1 چند دهم درصد فلان اینا، مثلا مسخره بازی. مثلا چقدر شد؟ مثلا فکر کن یه آب پرتقال مثلا 3 لیتر $4.95 بود، $4.95 سنت بوده، الان شده $5 و مثلا 15 سنت. وای فاجعه بود. اصلا ببین اون موقع تورم مثلا اینجوری شده بودش، اینجا راهپیمایی افتاد، فوش میدادن به فلانی، به بیسا، به اون، به این، خیابونو بسته بودن. گفتم اون چه خبرتونه؟ ما تو ایران شب
ما خودمون نفهمیدیم شنبه صبح جمعه صبح بلند شدم فهمیدم. آره اینجوریه. ولی در کل این که میخوام بهتون بگم شما میتونید یه زندگی رو از صفر تا حداقل 100 نه ولی یه چیزی بهتری از ایران درست کنید. چند تا نکته نیاز داره. با آمادگی اینو داشته باشی که از صفر شروع کنید. چند تا نکته نیاز داره. نکته اول این که باید اولا که هدف داشته باشید. نه فکر نکنید اینجا در باغ سبز و فلان و اونجا واسهتون ریدن هیچ اتفاقی واسهتون اینجا نمیفته مگه این کار کنی. اینجا باید سخت کار کنید. ولی هر چقدر کار میکنید چه میرسید میتونید زندگی برای خودتون درست کنید با کیفیت. میدونم شاید من مثلا روزهای اول خیلی برام یعنی ماهای اول اصلا خیلی سخت گذشت. همین سخت گذشت. هنوزم سخت میگذره. ولی مثلا 3-4 سال اول 2-3 سال اول مهاجرت کلا سخت. اینو میخوام بهتون بگم که اگر قراره بیاید و 1 سال نمیدونم 2 سال اینجا باشید فکر کنید واسهتون خبریه با اون پرستیژ قبل ایرانتون رو با اینجا مقایسه کنید به جایی واقعا به جایی نخواهید رسید. چون که دردسر واسهتون ایجاد میشه. نمیدونم معذرت در این صبرش هم دردسر واسهتون ایجاد میشه. داستانای مختلف خاص خودشو داره. باید یه جایی بیای پایین اون غرورت بیای پایین ولی میتونی واسه خودت و چند نسل بعدت اتفاق خوبی رقم بزنی. بتونی یه کاری انجام بدی. اینجا کسی شما رو از کشور بیرون نمیکنه. تو مثلا ورک پرمیت تموم بشه فلان بشه کسی شما رو اینجا نمیگه بفرمایید خونتون. اگه مثلا یه جرمی کرده باشی دیپورتت کنی این اتفاقا اینجوری یعنی مثلا چون چرا صرفا نمیتونی کار کنی. آره چون خب سخته یعنی آره نه تاش درخواست میدی نه مثلا درخواست میدی میگه آقا من دارم این سال مثلا چه میدونم توی میگه اون سی نامبر مهمه واسه اینجاست که تو میگی آقا من از نقطه A از تاریخ A تا تاریخ B من اینجا کار کردم 3 سال اینجا دارم کار میکنم من الان نتونستم اون مثلا درجه پی آر برسم درخواست دارم که مثلا بیاید چیکار کنین واسم بیاید من مثلا دوباره بوکینگ تمدید کنین 3 سال دیگه من بتونم اینجا بتونم اون المانا رو تکمیل کنم. چیز خاصی نیست دیگه بعد از اینه که دیگه. ولی ببخشید بچه‌ها اگر این ویدیو خیلی طولانی شد و زیاد شدش ولی ما خواستیم تا اونجا که میتونیم تجربه‌مون با شما در اشتراک بذاریم. شاید به درد حتی یه نفرم بخوره واقعا ما خوشحال میشیم چون که ما خودمون وقتی می‌خواستیم بیایم کانادا خیلی استرس داشتیم چه اتفاقاتی قراره واسمون بیفته چیکارا باید بکنیم و من خودم توی یوتیوب یا جای دیگه ندیدم کسی به دیتیل اینجوری بخواد توضیح بده. امیدوارم ویدیو لذت ببرید. اگر شما این تجربه داشتید و اگر هم سوالی داشتید حتما توی کامنت ها واسمون بنویسید. من به تک تکشون جواب میدم. مواظبت کنید از خودتون. امیدوارم همتون رو اینجا ببینم. اگر ندیدم توی ایرانی که خودمون قراره بسازیم اونجا ببینید. مخلصم. فعلا.